به نام خدا. در قسمت پیشین گفتیم آشور چگونه به سرزمین‌های ایرانی یورش آورد و کیومرث چگونه با دیوارکشی از همدان دفاع کرد. اما در این قسمت میشنوید که جمشید چگونه نینوا پایتخت آشور را کاملا با خاک یکسان کرد. شهری که روزی نماد قدرت بود به تلی از خرابه بدل شد. در دل این ویرانی جمشید تمدنی نو بنا نهاد و آغاز تازه‌ای را رقم زد. کیومرث بعد از اینکه پادشاه ایران در سرزمین غربی یا مات شد، سعی کرد که طوایف مختلف ایران را با هم متحد کند تا بتوانند جلوی آشوری‌ها را بگیرند، ولی از عهده بر نیامد، چون طوایف مختلف که در مغرب ایران زندگی می‌کردند طوری به آزادی و استقلال خود علاقه داشتند که نمی‌خواستند زیر بار قدرت و پادشاهی کیومرث بروند و آشوری‌ها هم از اختلافی که بین طوایف ایران وجود داشت استفاده می‌کردند و ایران را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند. کیومرث بعد از اینکه از متحد کردن طوایف ایران ناامید شد، در صدد برآمد که اطراف همدان حصار بسازد تا اینکه پایتخت ایران از حملات آشوری‌ها مصون باشد. ساختن حصار به طوری که گفتیم تحت سرپرستی کیومرث از سال 700 قبل از میلاد مسیح شروع شد و مدت 10 سال طول کشید تا به اتمام رسید. آنچه غیر قابل تردید است اینکه کیومرث و به قول یونانیان دیکوس مرد و زن همدان را وادار کرد که طبق نقشه خود او حصاری اطراف شهر بسازند تا اینکه پایتخت ایران مورد حمله آشوری‌ها قرار نگیرد و از آن به بعد شهر همدان که کرسی ایران بود از حملات آشوری‌ها مصون ماند. از آن موقع تا روزی که هوخشتره پادشاه ایران شد، کودکان همدان وقتی به مکتب می رفتند بالای لوحشان نوشته می شد به خاطر داشته باشند که نینوا باید ویران شود. هوخشتره یا جمشید، البته اگر هر دو یکی باشند، از مردان برجسته مشرق زمین بود و برای اینکه خطر آشور و نینوا را از سر ایران دور کند 2400 سال قبل از ناپلئون بناپارت قانون نظام وظیفه را وضع نمود و به موجب آن قانون هر مرد ایرانی که به سن 18 سالگی می رسید می باید وارد خدمت سربازی شود. مدت تعلیمات سربازی جوانان در هر دوره سلطنت جمشید 3 سال بود و بعد از آن آزاد می شدند تا به کار خود مشغول گردند، ولی در موقع جنگ سربازان تعلیم یافته احضار می گردیدند تا از آنها در نبرد استفاده شود. جمشید علاوه بر این که نظام وظیفه را در ایران متداول کرد، عرابه جنگی ساخت و او اول کسی است که در ایران عرابه جنگی را در میدان کارزار مورد استفاده قرار داد. ما می توانیم جمشید را سازنده عرابه بدانیم، چون اسناد تاریخی گواهی می دهد که قبل از او در ایران عرابه وجود داشته، ولی به موجب همان اسناد اولین پادشاهی که در ایران عرابه جنگی را مورد استفاده قرار داد جمشید بود. در بهار سال 612 قبل از میلاد مسیح، جمشید با یک قشون 500,000 نفری و 2000 عرابه جنگی به سوی نینوا پایتخت آشور به راه افتاد. شاید ارقام 500,000 سرباز و 2000 عرابه جنگی در اسناد مورخین یونانی مقرون به اغراق باشد و در هر صورت قشون جمشید طوری نیرومند بودند که آشوری‌ها نتوانستند مقابل قشون ایران پایداری کنند و شکست خوردند و جمشید وارد شهر نینوا شد و آن شهر را به کلی ویران کرد، به طوری که در آن شهر حتی یک کلبه به جا نماند و از آن به بعد جمله مذکور در سطور قبل از بالای لوح کودکان همدانی که به مکتب می رفتند حذف گردید. سال 612 قبل از میلاد که سال ویران شدن شهر نینوا پایتخت آشور به دست پادشاه ایران است، یکی از تواریخ برجسته حوادث جهان است، چون در آن سال قدرت آشور که مدت 200 سال ایران را مورد تاخت و تاز قرار میداد و سایر ملل مجاور آشور هم در امان نبودند به طور مطلق از بین رفت. سقوط و ویران شدن نینوا در مشرق زمین مبدأ یک تاریخ جدید گردید. اگر جمشید نینوا را ویران نمی کرد و آشور را برای همیشه از پا در نمی آورد، تاریخ دنیای قدیم طور دیگر نوشته می شد و سلسله هخامنشی به وجود نمی آمد. آشوری‌ها مدت 200 سال مردان ایران را کور می‌کردند و به گاو آهن و سنگ روغن کشی می‌بستند.
اما پادشاه جوانمرد ایران بعد از اینکه بر آشور غلبه نمود هیچ کس را کور نکرد و آنقدر با تقوا بود که او و سربازانش دست تجاوز به ناموس زنها دراز نکردند، ولی از بین بردن نینوا برای جمشید و ایرانیان ضرورت حیاتی داشت. جمشید یزدان پرست بود و آشوری ها بت پرست. معهازا پادشاه ایران در صدد بر نیامد که بت‌های آشوریان را از بین ببرد، بلکه به آنها احترام می‌گذاشت. در آن موقع از آشوری ها گذشته تمام اقوام اطراف ایران بت پرست بودند و جمشید مذاهب تمام آن اقوام را محترم شمرد و این پایه را در تاریخ ایران گذاشت که سلاطین بعد از جمله کوروش مذاهب ملل دیگر را محترم بشمارند و هیچ قوم را به مناسبت اینکه مذهبش غیر از مذاهب ایرانیان می باشد نیازارند. جمشید بعد از غلبه بر نینوا و آسوده شدن از آشوری ها شروع به شهرسازی کرد و به شماره سالهای عمر خود بعد از سال 612 قبل از میلاد در ایران شهر ساخت. ما امروز نمیدانیم که آن شهرها چه نام داشته و در کجا به وجود آمد، ولی میدانیم که جمشید بعد از اینکه نینوا را ویران کرد هر سال یک شهر ساخت و چون در سال 584 قبل از میلاد مسیح زندگی را بدرود گفت 28 شهر بنا کرد و این علاقه و عشق و آبادانی در دنیای قدیم جز از طرف کوروش که در بعضی از کارها از جمشید سرمشق گرفت سابقه نداشته است. در هر شهر که جمشید بنا کرد یک آتشکده به پا شد، ولی نه برای اینکه مردم آتش پرست بودند، بلکه از آن جهت که به آتش احترام می‌گذاشتند. وانگهی از آتشکده به خانه‌های خود آتش می‌بردند و اجاق را می‌افروختند و در زمستان خود را گرم می‌کردند و سنت آتش پرستی به ایرانیان قدیم دادن خطا است و بدان می‌ماند که چون امروز در اکثر خانه‌ها رادیو و تلویزیون هست بگوییم که ایرانیان رادیو و تلویزیون پرست می‌باشند. بعد از اینکه هوخشتر زندگی را بدرود گفت ایش تویگو که یونانیان وی را آستیاک خواندند پادشاه ایران شد. به احتمال قوی در سلسله مادها قبل از هوخشتر پادشاهانی به اسم ایشتویگو وجود داشتند، برای اینکه پادشاهی که بعد از هوخشتر به سلطنت رسید و اسم او در کتیبه‌های بابلی ثبت شده و کتیبه‌های مزبور را خواندند ایشتویگوی چهارم نام دارد و ناگزیر باید قبول کرد که پیش از او 3 ایشتویگو در ایران سلطنت کردند. تازه ایرانی‌ها از خطر آشوری‌ها آسوده شده بودند که در دوره سلطنت ایشتویگوی چهارم گرفتار خطر هپتال‌ها شدند. هپتال‌ها مردمی بودند کوتاه قد و فربه و سفید و دارای اشتهای زیاد و هر چرا که قابل خوردن بود، یعنی می توانستند وسط دندانها خورد کنند می‌خوردند، حتی انسان را. آشوری‌ها رحم نداشتند، ولی نمی‌توان گفت که هپتال‌ها بی‌رحم بودند، چون بی‌رحمی هنگامی مفهوم پیدا می‌کند که قصد و اراده وجود داشته باشد و هپتال‌ها افراد را به قتل می‌رساندند فقط برای اینکه آنها را کشته باشند. بدون تردید آنچه آنها را وادار می‌کرد که به ایران حمله کند گرسنگی بود، اما در حالی که شکم را سیر می‌کردند فطرتشان اقتضا می‌نمود که افراد را به قتل برسانند. هر سال همین که برف زمستان ذوب می‌گردید و هوا گرم می‌شد و بهار فرا می‌رسید، افراد طایفه هپتال از طرف شمال وارد ایران می‌شدند و در سر راه خود هر کس را که می‌دیدند می‌کشتند و هر چه را که قابل بردن بود می‌بردند و اگر جلوی آنها گرفته نمی‌شد تا فصل پاییز به قتل و چپاول ادامه می‌دادند و در آن موقع از ایران مراجعت می‌کردند که زمستان را در کشور خود به سر ببرند. دوره قتل عام و چپاول هپتال‌ها مدت 42 سال طول کشید، یعنی از زمان مرگ هوخشتر پادشاه بزرگ ماد تا 3 سال قبل از سقوط بابل به دست کوروش مؤسس سلسله هخامنشیان. در تمام این مدت هر سال از بهار تا پاییز کشور ایران میدان تاخت و تاز و چپاول هپتال‌ها بود و بالاخص در دوره‌ای که پادشاه هپتال‌ها مردی بود به اسم زیداک، ایرانیان بیشتر از حملات هپتال‌ها رنج بردند و زیداک مثل افراد قوم خود همه چیز را می‌خورد، حتی آدم را، و از خوردن مغز سر اطفال بیشتر لذت می‌برد. همین مرد است که در افسانه‌های کهن ایران به اسم ضحاک خوانده می‌شود
و گفتند که 2 مار از دوش‌های او روییده بود. حقیقت این است که فقط این مرد مار بر دوش نبود، بلکه تمام افراد قوم هبتال مار بر دوش داشتند. یعنی لباس پوشیدن آنها طوری بود که 2 برآمدگی مثل 2 مار از دوشانه آنها آشکار می‌گردید و تا 2 قرن پیش هم در یاپونچی‌هایی که بالاپوش بعضی از اقوام شمال کوه‌های قفقازیه بود، آن برآمدگی‌ها دیده می‌شد. بر اثر قتل و غارت هبتال‌ها جمعیت ایران خیلی کم شد و کشتزارها مبدل به بیابان لمیزرع گردید و قنوات دایر از بین رفت. اگر مدت 42 سال هبتال‌ها ایران را مورد تهاجم قرار نمی‌دادند و از مغز سر اطفال تغذیه نمی‌کردند و آبادی‌ها را از بین نمی‌بردند و مردان و زنان را 10,000 به قتل نمی‌رساندند، کوروش بانی سلسله هخامنشی نمی‌توانست مغرب ایران را به سهولت بگیرد و سلسله مادها را منقرض کند. آن تهاجمات 42 ساله مغرب ایران را از مردان جنگی خالی کرد و شماره نفوس را به حداقل تقلیل داد و در نتیجه روزی که کوروش خواست مغرب ایران را اشغال نماید، قشون بزرگی وجود نداشت تا جلوی آن مرد بزرگ را بگیرد. ایشتویگو پادشاه ایران قبل از اینکه به دست کوروش شکست بخورد و سلطنت را از دست بدهد، یک خدمت بزرگ به ایرانیان کرد و آن ساختن سد دربند بود برای جلوگیری از تهاجم هبتال‌ها. ساختن سد مزبور را به کوروش نسبت می‌دهند و بعضی هم می‌گویند که آن سد را داریوش ساخت. در قدیم مرز شمالی کوه‌های قفقازیه بود و در بند معبر قابل عبور آن کوه‌ها به شمار می آمد و اگر آن معبر را می بستند راه ورود به ایران مسدود می شد. به همین جهت ایشتویگو در صدد برآمد که آن معبر را با ایجاد یک سد از آهن یا مفرق مسدود نماید و آثار این سد هنوز هم وجود دارد و می توان دریافت که یک سد بزرگ و معتبر بوده و بعد از اینکه سد مزبور ساخته شد دیگر هبتال‌ها نتوانستند ایران را از آن راه مورد تهاجم قرار دهند و اگرچه باز وارد ایران شدند اما نه از راه دربند بلکه از راه‌های دیگر، یعنی از راه شمال، از تراباد و خراسان. و کوروش بعد از اینکه سلسله مادها را منقرض کرد و ایران غربی جزو ایران بزرگ دوره هخامنشی شد، قانونی وضع کرد که خلاصه‌اش این بود که اقوام بیگانه اگر ایران را مورد تهاجم قرار بدهند هرگاه اسیر شوند برده خواهند شد. این رسم را به طوری که گفتیم هوخشتر بنا نهاد و او بود که جنگجویان آشور را در ایران برده کرد بدون اینکه آنها را کور نماید. کسانی که رزم مزبور را مورد انتقاد قرار دادند خوب است در نظر بگیرند که در طی صدها سال و از سال 1100 قبل از میلاد تا سال 612 پس از میلاد میلیون‌ها ایرانی به دست آشوری‌ها اسیر شدند و در مزارع آشور جان سپردند. همچنین از سال 584 قبل از میلاد تا سال 536 قبل از میلاد هبتال‌ها صدها هزار تن از ایرانیان را کشتند و صدها شهر و قصبه و قریه را ویران کردند. در قبال آن همه اعمال ناروا کوروش مقرر داشت که هر کس ایران را مورد تهاجم قرار بدهد اگر دستگیر گردد برده خواهد شد و تا روزی که زنده است باید برای ایرانیان کار کند. تا اینجا از مادها گفتیم، از نخستین سامان سیاسی ایران زمین، از نبردها، اتحادها و پایه‌هایی که آرام آرام یک ملت را شکل داد. اما تاریخ در همین جا متوقف نماند. خیلی زود مردی از دل همین سرزمین برخاست که مسیر جهان را تغییر داد. کوروش. در قسمت بعد به سراغ پدید آمدن کوروش می رویم. فرمان روایی که نه فقط با شمشیر بلکه با خرد، تدبیر و احترام به انسانها قدرت گرفت. با ظهور او سلسله هخامنشی شکل گرفت، نخستین امپراتوری بزرگ جهان که از مرزهای ایران فراتر رفت و ملل گوناگون را زیر یک نظم نو گرد هم آورد. اینجا نقطه گذار است، جایی که تاریخ ایران وارد دوره‌ای کاملا تازه می شود. دورانی که قانون، مدیریت، راهسازی، منشور حقوق انسان و تساهل دینی معنا پیدا می کند. کوروش فقط یک پادشاه نبود. او تعریفی نو از فرمان روایی ارائه داد، تعریفی که قرنها بعد همچنان الهام بخش ماند. اگر می خواهید بدانید کوروش که بود، چگونه برخاست، مادها چه نقشی در قدرتگیری او داشتند و چرا نامش در تاریخ جهان ماندگار شد،
در قسمت بعد با من همراه باشید.